Hey there! آرزو ربیعی هستم از گروه انگلیش آرزوویچ با کتاب Grammar in Use سطح Intermediate. درس سوم. درس 1 و 2 اگر که دیده باشید در مورد Simple Present و Present Continuous بود که به طور کامل توضیح دادیم و مثالهاش هم آوردیم. این درس مقایسه این دوتا تنس رو داره که خیلی درس مهمی هم هستش. باعث میشه که شما بیشتر تسلط پیدا کنید که کجا این دوتا ساختار رو استفاده کنید. با من همراه باشید. میریم روی کتاب Present Continuous و Simple Present. اومده مقایسه انجام داده. Present Continuous رو گذاشته و نوشته I am doing. من ساختارش رو براتون نوشتم. Subject plus to be plus verb plus ing. همونطور که میدونید subject یا همون فاعلمون که شامل she or he or it and I, you, we و they میشه و to be مون شامل am, is, are. با توجه به سابجکتمون که مثلا اگه I باشه میشه am، اگه she باشه میشه is، سوم شخص ها میشن is و اگه you, are و they باشه میشه are plus verb. verbمون بچه باید based form باشه. based form. For example, I am doing, I am walking, I am sleeping. Okay? And ساختار present simple subject plus verb و بستگی داره به نوع سابجکتمون اسم میگیره یا نمیگیره. اگر سابجکتمون she or he or it باشه اسم میگیره she works, she washes, she learns. و با توجه به اینکه نوع وربمون چه وربی هستش که ما توی درس present simple رو کامل توضیح دادیم که دیکتیشنش به چه صورت SES or جایی هستش که وایمون تبدیل به آی میشه رو کامل توضیح دادیم. و سابجکت های پس she, he و it سوم شخص مفرد اسم میگیره و اگر we, you, I و they باشه به صورت based form. For example, you speak, you sleep, you swim, or they swim, or we learn. Got it? So, and present continuous توی معنی میخوایم ببینیم که چه فرقی با simple present داره. اینا رو گفتیم ولی باز میخوایم تکرار کنیم و اینجا مثال هاشو دونه دونه با هم دیگه مقایسه کنیم. Okay? Go on. We use the continuous for things happening at or around the time of speaking. At بچه at وقتی به کار میاره یعنی همین موقع در حال speaking کردن من داره اتفاق میفته یا around the time یا around the time یعنی یکم از عقب‌تر همون موقع و ممکنه ادامه داشته باشه. به چه صورت؟ مثلا I am cooking. من دارم آشپزی میکنم. آشپزی که همون لحظه اتفاق نمیفته. یک پروسه‌ای هستش که یکم از عقب‌تر الان و ادامه دار میشه. I am cooking. I am teaching. همین الان من دارم درس میدم. I am teaching. یکم قبل‌تر الان و یکم بعدتر. با توجه به این نمودار بچه‌ها این نمودار رو خیلی کمکتون میکنه. Past, now and future. نگاه کنید. یک باکس پری رو قرار داره یعنی شما توی این تایم به صورت temporary situation به صورت موقت شما دارید یک کاری رو انجام میدید و تمام این مدت مشغول اون کار هستید. یعنی من انجامش نمیدم ولش کنم دوباره من انجامش نمیدم ولش کنم. اوکی من توی این مدت دارم تیچینگ میکنم شما توی این مدت دارید استادینگ میکنید دارید واچینگ میکنید. اوکی اما simple present متفاوته. simple present میگه we use the simple for things in general. در حالت کلی شما یه کاری انجام میشه or things that happen repeatedly یعنی چی؟ بذارید من قلمم رو بیارم و روی نمودار به شما نشون بدم. ببینید مثلا من هر روز ساعت 7 صبح سر کار میرم یعنی شاید از 1 سال پیش من سر کار میرم شاید 2 روز پیش شاید از 10 سال پیش اینجا
اینجا. الانم، دیروزم رفتم، الانم، امروزم میرم، فردا هم میرم، پس فردا هم میرم، 2 سال دیگه هم میرم و این تکرار میشه. ممکنه که قطع بشه ولی این یه تکراریه که من هفته صبح میرم سر کار. من هر روز تقریبا پیاده روی میکنم. ممکنه که دیروز پیاده روی کرده باشی، 2 روز پیش انجام نداده باشی، ولی معمولا 2 روز در هفته، 3 روز هفته پیاده روی میکنه. این repeatedlyه که این نکته خیلی نکته مهمیه. یعنی نگاه کنید یک خطی از past, now and future. پس نمیتونی بگی که I went to work. اگه میخوای بگی من در گذشته رفتم سر کار، که الان بچه شما به مشکل بر نمیخورید. وقتی که میخواید از گذشته، آینده و present perfect و اینو استفاده کنید به مشکل برمیخورید. پس همینجا این ساختار رو یاد بگیرید، تمرین کنید، تمریناشو حل کنید و خودتون رو به چالش بکشید. اگر اینجا شما این نکته رو کامل یاد گرفتید، دیگه توی ساختارهای سخت دیگه، حالا من نمیشه گفت سخت، ساختارهای دیگه به مشکل بر نمیخورید، چون این مقایسه کردن ها و تو جایگاه خودش قرار دادن ها مهمه. اوکی؟ got it? So go on. بریم سراغ مثال ها یه دونه از این ور میخونم و در مقایسش این سمت و اینها رو با توجه اون ساختاری که گفته توضیح میدیم. نکته دیگه داره که جلوتر بیان میشه. خب the water is boiling, be careful. میگه مواظب باشا، آب داره میجوشه. مثلا یه کتری گازه و مامانت بهت میگه که be careful, watch out, the water is boiling. یعنی همین الان داره میجوشه. همین الان ممکن از 1 دقیقه پیش باشه، ممکن همین الان گذاشته باشه مثلا داره میجوشه، ولی یک temporary، یک doingی هستش که موقت. ولی اینجا گفته water boils at 100 degrees Celsius. یعنی چی؟ میگه که کلن آب در 100 درجه میجوشه. ما اینو میدونیم دیگه، این یک حقیقت علمیه و یک in general things in general happening. Okay? So, listen to those people. What language are they speaking? گوش بده به اون آدم ها که اونجا مثلا وایسادن، چه زبونی دارن صحبت میکنن؟ Are they speaking؟ همین الان دارن صحبت میکنن. اوکی؟ امیدوارم که دیگه سوالی کردن و منفی کردن ها رو کامل بلد باشید. حالا اینجا یه کوچولو میگم که فقط subject و to be جا به جا میشن. Are they speaking؟ از این do you speaking، are you speaking، از این کارا نکنید. من دیدم بچه ها این کار رو انجام میدن، شاید الان براتون خنده دار باشه ولی واقعیت وجود داره. Excuse me, do you speak English؟ ببخشید شما انگلیسی، نگفته can you، اگه میگفت بلدی، شما انگلیسی صحبت میکنی، یعنی کلن میتونی انگلیسی صحبت کنی. Do you speak English؟ کلن in general، نه اینکه همین الان اصلا داره انگلیسی صحبت نمیکنه. Let's go out. It isn't raining now. بزن بریم بیرون. دیگه بارون قطع شده. It isn't raining now. دیگه الان بارون نمیباره. It isn't raining now. خب پس الان دیگه، یعنی تا مثلا چه میدونم 5 دقیقه پیش، 1 ساعت پیش داشته بارون میمده، ولی دیگه الان تو این تایم دیگه بارون نمیباره. یعنی از 2 دقیقه پیش، از 1 ساعت پیش قطع شده، الان نمیباره و قطعا تا چند دقیقه دیگه، شاید تا 1 روز دیگه، شاید تا 1 سال دیگه نباره. پس بچه این آینده مشخص نیستا، مراقب باشید. اینا به جاش که بیفتیم توی نکته که خیلی مهمه، اونجا بهتون گوش زد میکنم. من این رو خاموش نکردم. خب این رو ما ببندیم که دوباره به این مشکل برنخوریم. اوکی. حالا روبروش که از simple present استفاده. It doesn't rain very much in summer. میگه تو تابستون کلن خیلی بارون نمیباره. یه چیز کلی گفته، مثلا در مورد شهر خودش گفته، در مورد کشور خودش گفته. خب it doesn't rain very much in summer. پس نمیتونی بگی it isn't raining. Okay? I'm busy. What are you doing؟
داره میگه من خیلی مثلا شلوغم و خیلی مثلا سرم شلوغ و اینا. What are you doing؟ چی کار میکنی؟ What are you doing؟ نمیگه، میگه که یعنی مثلا چرا اینقدر بیزی هستی؟ What are you doing؟ الان داری چی کار میکنی مگه اینقدر بیزی؟ اوکی، مثلا بهش میگه که این کار برام انجام میدی، میگه I'm busy. اونم میگه که what are you doing؟ مگه داری چی کار میکنی؟ که همین الانو داره میگه. What do you usually do at weekends؟ میگه کلن بچه ها in general، کلن آخر هفته ها چی کاره ای؟ معمولا چی کاره ای؟ برنامه مثلا چیه؟ چی کار میکنی؟ چه کاری انجام میدی؟ What do you usually do؟ گفتم do اگر که در حکم فعل قرار بگیره تو قسمت قبلی توضیح دادم، کانفیوزش نکنید با دویی که فعل کمکی هستش. اوکی. Go on. I'm getting hungry. Let's go and eat. داره گشنم میشه. بیا بزنیم بیرون و مثلا یه چیزی بخوریم. اوکی. I'm getting hungry. پس داره یعنی مثلا دیگه داره گشنش میشه. از یکم قبلتر گشنش شده و الان هم گشنش. I always get hungry in the afternoon. من همیشه بعد از ظهر گرسنم میشه. I always get hungry. شدن بچه get شدن میشه، یعنی اینجاها جای دیگه معانی مختلف داره. پس کلا در مورد بعد از ظهر ممکن، ولی مثلا دیروز بعد از ظهر گشتش نشده باشه، ولی یک روز مثلا در این روزها گشتش نشده باشه، ولی در کلیت بعد از ظهر گشتش میشه. اوکی. Go on. Kate wants to work in Italy, so she's learning Italian. میگه کیت میخواد که تو ایتالیا کار کنه، پس اون مجبوره، یعنی در اصل she's learning Italian، اون داره ایتالیایی یاد میگیره. بچه همین الان که داره یاد نمیگیره که، مثلا همین الان که نرفته کلاس ایتالیایی. پس یک پروسه تمپرری هستش که مثلا 6 ماه میخواد براش برنامه گذاشته و شاید از یک روز قبل، از یک ماه قبل شروع کرده باشه و الان هم در حال ایتالیایی خوندن و مثلا یاد گرفتنه و این ادامه داره. بس حواستون باشه اینجا هم باید از present continuous استفاده کنید. اینجا نگید که she learns تازه دیگه she learns Italian. اوکی. حالا کجا learn استفاده میشه؟ Most people learn to swim when they are children. بیشتر آدم ها شنا کردن و وقتی که بچه‌ان یاد میگیرن، مثلا میرن مثلا آموزش میگیرن و اینا. پس این داره میگه in general صحبت کرده. اوکی. The population of the world is increasing very fast. میگه جمعیت جهان در حال افزایش خیلی سریع. Okay. Every day the population of the world increases by about 200,000 people. میگه هر روز در حال افزایش حدود 200,000 نفر. Every day increases. The population of the world. این در مورد یک چیز کلی بچه داره صحبت میکنه، جمعیت جهان. فکر نکنید چون داره در مورد یک جمعیتی صحبت میکنه پس این مفرد نیستش، این سوم شخص مفرد در اصل it هستش. The population of the world it increases. و نکته بعدی we use the continuous for temporary situation, things that continue for a short time. در یک زمان کوتاهی temporary situation همون چیز موقتی که گفتم. پس temporary situation که من زیرش رو خط میکشم در مورد present continuous شما استفاده میکنیم. I'm living with some friends until I find a place for my own. من تا وقتی که خونه خودم پیدا کنم یه زمان موقتی رو با بعضی از دوستام زندگی میکنم. I'm living with some friends until I find. Okay. We use the simple for permanent situations, things that continue for a long time. برای یک long timeی permanent situation هستش بچه ها.
permanent situations. For example, my parents live in London. They have lived there all their lives. میگه والدین من والدین من در اصل توی لندن زندگی میکنن. My parents پس live شده اس نداره چون parents 2 پدر و مادر هستن. They have lived there all their lives. اونا تو کل زندگیشون اونجا زندگی کردن. البته این که گذشته هستش ولی my parents live in London. Okay? You are working hard today. Yes, I have a lot to do. تو داری خیلی کار میکنی، خیلی سخت داری کار میکنی امروز. Today. با توجه به نکته‌ای که توی درس قبل در مورد present continuous unit 1 گفتم today برای یک زمان temporary situation هستش و این همیشه تکرار نمیشه، الان هستش، یعنی مثلا امروزه یا امساله یا مثلا این هفته است، یک temporary situationه و تو جوابش هم میگه که آره من امروز خیلی کار دارم. ولی simple presentش میگه Joe isn't lazy. میگه جو کلاً تنبل نیست. In general he works hard most of the time. میگه اون بیشتر وقتا خیلی کار میکنه. He works hard یعنی مثلا کلا آدم هارد ورکینگیه. یک جنرال داریم میگیم، یک پرمننت سیچویشن رو ما داریم توضیح میدیم. خب اینجا هم که نوشته که برای اینکه این قسمت رو بیشتر یاد بگیرید میتونید یونیت 1 رو بخونید و این قسمت رو میتونید به یونیت 2 مراجعه کنید برای اطلاعات بیشتر در این مورد. خب این یک جمع‌بندی بود و نکته‌ای که ما در مورد always داریم رو تو قسمت بعدی میگیم پارت بی. پارت بی بچه اینجا یک نکته‌ای داره در مورد always یه قیدی هستش که باید اول که ما جایگاه این قید رو بدونیم. توی simple present قبل فعل اصلی قرار میگیره و توی present continuous بعد فعل کمکی am is or are و قبل فعل اصلی، یعنی بین این دوتا قرار میگیره. پس جایگاهش رو حتما فراموش نکنید، خیلی نکته مهمیه. I always do something به چه معنی هستش؟ I do it every time. خب من همیشه کار رو انجام میدم. I do it every time همه ساعتی. I always go to work by car. نه I'm always going. I always go to work by car یعنی من با ماشینم سر کار میرم. خب پس این باید از ساختار simple present استفاده کنید. اوکی؟ پس به این معنی هستش. من میرم روی خود متن که متن رو شما بهتر ببینید. Okay, got it. So continue. I'm always doing something. I'm always doing something. I do it too often or more often than normal. بچه وقتی شما از always توی این ساختار بچه استثناء always توی simple تو ساختار بذارید من اینو یه هایلایتش کنم. این ساختار درست استفاده کنید و بدونید که این always فقط با present continuous به این معنا هستش، یعنی irritation داره، اذیت داره، یعنی همش داری یه کاری رو تکرار میکنی، همش داره کتاب داره میخونه. شما always رو در ساختار present continuous استفاده میکنید، always معنیش متفاوت میشه. I'm always doing something. I do it too often or more often than normal. بچه یه irritation داره، یه اذیتی داره. نگاه کنیم تو مثال. خب یه دختر رو میبینیم که ما معمولاً برای کلاس ها میگیم که شما الان چی رو دارید اینجا میبینید؟ یه دختری که قیافه ناراحتی داره و گویا داخل کیفش داره دنبال چیزی میگرده و داره با خودش یه چیزهایی رو تکرار میکنه. I've lost my keys again. من دوباره
کلیدامو گم کردم. I'm always losing them. من همیشه گم میکنم اونا رو. بچه ها من همیشه توش این ناراحتی داره. پس از ساختاره present continuous وقتی always بس بچه فقط always نه هیچ نه usually نه ساختارهای دیگه نه adverb های دیگه. I'm always losing them. I lose them too often. خیلی دیگه بیش از اندازه شده اذیت کننده شده. More often than normal. Paul is never satisfied. Paul هرگز راضی نیست. He's always complaining. اون همش داره غر میزنه. اون همش بچه هم همش خودمونه. اون همش داره این کار میکنه. همش فلان میکنه. همش این کار رو انجام میده. He complained too much. اون دیگه بیش از اندازه بچه too muchه. بیش از اندازه داره غر میزنه. داره شکایت میکنه. You're always looking at your phone. تو همش داری دیگه به گوشیت نگاه میکنی. Don't you have anything else to do? کار دیگه نداری انجام بدی؟ نه همه حرفا که معمولا مامانا بهتون میزنن. You're always looking at your phone. همش داری یه کاری رو تکرار میکنی. He's reading. اون داره کتاب میخونه. خب He's always reading all the time. اون همش داره کتاب میخونه. همش چشش مثلا رو موبایله. مثلا he's looking at your phone. اون چشمش یعنی داره به موبایلش نگاه میکنه. اصلا irritatingی توش نداره. ولی he's always looking at the phone یعنی که همش داره به گوشیش، یعنی که همش کلش تو گوشیشه. میدونید همش همون همیشه خودمونه. امیدوارم که این درس براتون مفید باشه. بچه ها حتما تمریناشو حل کنید، با نکات مقایسه کنید. جوابش هم که انتهای کتاب موجوده و جایی هم که اگه سوال داشتید میتونید کامنت بذارید یا به صفحه اینستاگرام ما مراجعه کنید @EnglishArzuvish. ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، هر کاری که دلتون میخواد انجام بدید و به ما انرژی بدید برای ادامه راه. Have a great one.